شاندکه پله بلند امریکی به مظلوم عبدی و سروک حکومت شامی را جویا. شاندکه پله بلند امریکی سردان سوریه کریه و به فرمانده گشتی حزب سوریه دموکراتیک حسد مظلوم عبدی و سروک حکومت شامی احمد شرع را حفدیتن پیکانیه. ده شانده ده سناتور امریکی و اندام پله بلند کمیته یا پیوندی در یا سناتور جین شین پارلمانتر امریکی جو ویلسون و نونر تایبت امریکا با سوریه توماس باراک جدیگرن. ده چارچوبه و شانده و سردانه ده و شانت دو جوین جدا دار بخه یا یکم به فرمانده گشتی حزب سوریه دموکراتیک مظلوم عبدیره و یا دوم جی به سروک حکومت شامی احمد شرع رابه. د جوین آندا هر دو آلیان پیشات سیاسی و اولهی یل هرمه رین پشگیریا جبو آرامی و خردکرنا حول تکوشینا لدیجی تروری گوتو بیش کرن. افسردان ده دمک داته کو علاقه یا ناف دولتی جبو روشا سوریه زیده ده به او بانگن جبو خردکرنا دیالوگا سیاسی و روبروبونا بکشین هرمی و ناف دولتی را زیده تر ده بن.